خدای متعال 100 شهر در بهشت براش بنا میکنه. الله اکبر. به شرطی که دیگه از اعمال ماه رجب 1000 بار لا اله الا الله، کلمه طیبه لا اله الا الله، کسی 1000 بار بگه بنى الله له 100 مدینه فی الجنه. 1000 بار لا اله الا الله خدای متعال 100 شهر در بهشت براش بنا میکنه. الله اکبر. به شرطی که با توبه و استغفار باشه. این نکته رو عرض بکنم، تمام مستحبات به شروطها، یک شرطش ایمانه، یک شرطش ولایته، یک شرطش اینه که گناهایی که ثوابها رو از بین میبره. اون حدیث معروف پیغمبر عظیم الشأن علیه و آله السلام فرمودن کسی ذکر بگه لا اله الا الله، بگه خدا یه درخت در بهشت براش میکاره. سبحان الله بگه. یه نفر از پای منبر گفت آقا اینطور باشه ما تو بهشت درخت خیلی داریم. فرمود آره، اما اگه آتش نفرستید آتشش بزنیم. اگر آتش نزنیم آره. انما یتقبل الله من المتقین، خدا از اونایی که گناه نمی کنن قبول میکنه. و الا از این ور بنده به یه فرزندی یتیمی نان، حلوا، شیرینی تو دهنش بذارم، بعد یه مشت محکمم بزنم دندوناشو بشکنم، گفت مرا به خیر تو امید نیست شر مرسون. بعضی ثوابها کاش کباب میشد، زغاله، ولی خیلی ثوابها زغاله، هیزم جهنم. مواظب باشیم. توبه و استغفار، اگر شما پاک بودی با تقوا بودی، یک لا اله الا الله خدا میدونه چقدر ثواب داره، بهشت واجب میکنه. حدیث داره من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه. چقدر روایت داریم کسی یک بار لا اله الا الله رو با اخلاص بگه میره بهشت. دنباله حدیث فرمود اخلاصش چیه؟ اخلاصش اینه که او رو از گناه باز بداره. اگر گناه نکردی خیلی آدم خوبی هست، دست و پات هم ببوسیم کمه. اگر شما ثوابها رو آتش میزنید، 1000 بار لا اله الا الله، نه 100 تا خانه، 100 تا شهر خدا براش در بهشت بنا میکنه.